دریاچه یخ زده بود. من نمیدونم کی قراره این فیلم رو تماشا کنه، اما ما تازه رسیدیم. رفقا امشب دوره هم جمع شدیم خودمون رو آماده کنیم برای جمعه شب. یه 3 شب بیشتر به برنامه نمونده. من 9 سالم که بود یه شلوار داشتم 32 سالش بود. این قصهشو 3 شب دیگه جمعه شب براتون میگم. بیایید از دستش ندید. دو روز مونده برنامه آغاز شه. اومدم میبینم هیچکی نیست. شما چرا ذوق ندارید مثل من جلو بیاید؟ فقط خواستم بگم 2 روز مونده. حواستون جمع کنید ببینم. آخرین سرکشی ها هم کردم، همه چیز آماده است، پشتم دارید میبینید. حضور شما رو فقط کم داره. دور و برش هم براتون زدم مجلس‌تر جلوه کنه. برم من آقایسم لباس عوض کنم برگردم.